خواستم صحبت کنم، چون همین الان اتفاق افتاد، خواستم حالا شما در جریان باشین، چون از اول فلسفه این پیج این بود که اتفاقات روزمره خودم که اتفاقات خاصی هست باهاتون در میون بذارم. مورد بعد اطلاع رسانی در مورد اورژانسه. نگاه کنید خیلی از دوستان به اورژانس که مراجعه کردن با واژه‌ای به نام تریاژ مقابله شدن. نگاه کنید تریاژ، منظور از تریاژ اینه که شما سطح بندی میشه بیمار تو تریاژ. یعنی چی؟ علائم بیمار گرفته میشه و بر اساس اون سطح بیمار از 1 تا 5 گفته میشه. سطح 5 بیمار خوشحاله، حالا ما میگیم خوشحال منظور از مقابل بدحاله، بیمار خوشحاله و مشکل خاصی نداره، مثلا میخواد یه ویزیت بشه، یه سونوگرافی، یه آزمایش نوشته بشه براش، اقدام بالینی خاصی نمیخواد براش انجام شه. سطح 4 سطحیه که شما میای اقدام میکنی، یعنی یک اقدام برای بیمار انجام میدی. یعنی چی؟ یعنی مثلا یه رگ ازش میگیری، یه دارویی براش تجویز میکنی، یه سرم میزنی. این یک اقدام میشه سطح 4. سطح 3 چند اقدام میشه سطح 3 و سطح 2 اقدام حیاتی نیاز داره، مثل یه خانم بارداری که حالا درد دوران زایمان گرفته، یا مثلا ناخودآگاه دچار درد شده، یا کسی که تو جهتیابی مشکل داره، گیج، کانفیوژه و نمیتونه ارتباط خوبی برقرار کنه، سطح هوشیاریش پایینه. و سطح 1 بدترین سطحه. سطح 1 سطحی که عین همین بیماری که براتون توضیح دادم، به این میگن سطح 1. بنابراین هر وقت با واژه تریاژ مقابله شدین، یعنی در تقابل قرار گرفتین، بدون این سطح بندی، یعنی علائم شما رو همکارای ما میگیرن، بر اساس اون تعیین سطح میکنن که آقا شما باید پیش کی بری، پیش پزشک عمومی بری یا نه پیش پزشک طب بری. معمولا سطح 3 به بالا رو پیش پزشک طب اورژانس میفرستن که اون بر اقدامات لازم بخوره، و سطح 4 و 5 رو پیش پزشک جی پی یا همون پزشک عمومی میفرستن. اما این حالا قانون خاصی نیست که حتما این باشه، اما معمولا به این صورت. امیدوارم حالا این تجربه امروز من به کارتون بیاد و امیدوارم هرچه زودتر ویدیوی جدید و ویدیویی که به درد شما بخوره آموزنده باشه. مرسی.